غذا هم مثل طلا زینت بخش دستایی کدبانوه. بریم تا فصلش تموم نشده خورشت بهاری رو بهتون یاد بدم. این خورش بهاری اختراع منه، بریم درست کنیم. مواد لازم جهت درست کردن خورش بهاری: گوشت و پیاز، ادویه کاری و فلفل سیاه، گوجه سبز و چاقال بادام، گل ریواز، نعنا جعفری سرخ شده. پیاز رو همراه با ادویه و گوشت خوب تفت میدیم طوری که بوی گوشت از بین بره. چاقاله ها رو اضافه میکنیم، باز تفت میدیم و آب میبندیم تا خوب مغز پخت بشه. گل های ریواز رو توی ظرف دیگه تفت میدیم. نعنا جعفری و گوجه سبز رو توی ظرف دیگه با مقداری آب میذاریم بپزه. البته بچه‌ها میتونید اینا رو مرحله به مرحله به خورش اضافه کنید، یعنی اول نعنا جعفری رو اضافه کنید بعد گوجه سبز، ولی من جدا اینا رو پختم. گوشت و نعنا جعفری پخته شده رو با هم مخلوط میکنیم و اجازه میدیم تا مزه هاشون به خورد هم بره و جا بیفته. تا خورشمون جا بیفته برنجی که از 2 ساعت قبل خیسونده بودم رو دم میکنم. خورشمون که جا افتاد گلهای ریواز رو بهش اضافه میکنیم و آروم هم میزنیم. این خورش باید مزه ترش داشته باشه. اگر ترش نبود یه مقداری بهش پودر لیمو عمانی اضافه کنید. حالا شما بفرمایید اسمی که براش انتخاب کردم مناسبش نیست. در ضمن من میوه و سبزیجات هر فصل رو تو فصل خودش استفاده میکنم و هیچ وقت فریز نمیکنم. اینقدر تنوع برکات خدا زیاده که ما برای هر فصلی تو فصل خودش میتونیم غذاهای متنوع و خوشمزه درست کنیم و لذت ببریم. زعفرون آب شده روی برنج میریزیم، میذاریم دم بکشه. اینم خورش صحراپز. من کنار سالاد شیرازی دوغ گذاشتم. البته همیشه ساقه های ریواز رو پوست میگرفتم و نمک میزدم و کنار برنجم میذاشتم. هم تزیین بود هم خیلی خوشمزه. اما قبل از اینکه غذا آماده بشه همه رو خوردیم. امیدوارم که از این خورش خوشتون بیاد، درست بکنید و در کنار خانواده لذت ببرید.